مهمونی فسیلوی شما میشویم. نشد. 3 2 1 رفتیم. السلام علیکم عزیزان دل. سلام عزیزان دل. امیدوارم که همه کس خوب هستید و امیدوارم که در این شرایط پاندمی خسته نشدید، صحت و سلامت هستید. چند خبر از لایحه نگاهی نو برای شما دارم. خبر یکم این است که روز سه شنبه با سراینده جمشید اسماعیلوف که حالا در شهر کازان فدراسیون روسیه قرار دارد ثبت کارانتینی داریم. تا صبح سه شنبه شما سوالهای خود را در شهر نویسید و در صحبت فسیلوی ما جمشید اسماعیلوف و سوالهای شما پاسخ میگن. خبر دیگر، متاسفانه خودی حالا حاضر ما باید که با رافائیل گولوف بلاگر برنامه را ثبت میکردیم و با تلگرام من نوشته است که مرا معذور می‌داری، من حالا شرایط ندارم، چی مشکلی پیدا شده است و رافائیل نمیتونست است که با ما صحبت کرده باشد. خب من امید میکنم که آن مشکلی که حالا رافائیل دارد برطرف میشود و ما روزهای نزدیک با او ثبت میکنیم. و در آخر یک خبری خوش دیگری هم دارم دوستان عزیز. پس از ثبتی که با جمشید اسماعیلوف صورت میگیرد و پس از یک ثبت دیگری فسیلوی ما در استودیو میآییم و دیگر مثل پیشین برنامه‌های نگاهی نو را برای شما ثبت میکنیم. من فکر میکنم که احساس دیگر دارد، کیفیت دیگر دارد، ذوق دیگر دارد وقتی که مهمان روبروی می نشیند و با او صحبت میکنه. البته ثبت فسیلوی هم خوب است، اما چون ما در کرانتین در خانه بودیم از این لحاظ از خانه ثبت کرانتینی برای شما پیشنهاد کردیم و پس از یک یا دو برنامه دیگر دوستان عزیز ما در استودیو ثبت را آغاز میکنیم و برای شما برنامه‌های جالب را هر هفته انیخترش که هر ماه 3 مرتبه برای شما پیشنهاد میسازیم. از دل امید میکنم که شما نیز مثل ما انتظار بودید که ثبت ها در استودیو صورت گیرد و هر آن نفری که شما درخواستایی که نوشتید که فلانی رو دعوت نما، این رو دعوت نما، من فکر میکنم که دیگر فرصت فرا رسید که ما به استودیو ایشان رو دعوت کنیم و برنامه رو ثبت کنیم. خوب عزیزان دل خداها، خوب عزیزان دل تا روزهای نزدیک. عزیزان دل روزهای نزدیک بهترین برنامه ها رو فکر میکنم که برای شما پیشنهاد میسازیم و با ما بودن رو فراموش نکنید. خیر.